سلام. آموزش امروز آش رشته هستش که من تمام نکته هاشو در حین این که دارم ویدیو میگم بهتون، چون یهویی از اول بگم خودم هم قاطی میکنم. همینطور ریز بریز هر مرحله که پیش میرم نکته همون مرحله رو بهتون میگم. پس بریم با هم دیگه درستش کنیم. برای شروع حبوباتی که برای پخت آش استفاده میشه باید از قبل خیس خورده باشن. نخود و لوبیا حدوداً 12 تا 24 ساعت قبل و عدس 3-4 ساعت کافیشه. اینا رو باید خیس کنین، چند بار آبش رو عوض کنین که نفقشون گرفته بشه و همین که باعث میشه زودتر پخته بشن. نخود لوبیا رو بدون نمک با 1 برابر آب روش میذاریم توی زودپز و اجازه میدیم پخته بشه. عدس رو هم جداگونه میپزیم. عدس باید حدوداً 90 تا 95 درصد پخته بشه، ولی نخود لوبیا رو کامل بپزیم. بعد اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنیم و میذاریم کنار تا بقیه کار رو انجام بدیم. من سبزی چون دیگه وقت نداشتم از سبزی آماده استفاده کردم. خیلی هم خوب بود و راضی بودم. یه مقداری آب ریختم توی قابلمه، یکم که دماش ولرم شدش همون سبزی آماده رو که یخ زده بود ریختم توی آب و اجازه دادم که حدوداً 20 دقیقه بپزه. خود سبزی هم آب میده، پس لازم نیست که خیلی آب بریزیم. من نذاشتم آب از سر سبزی ها بیشتر بشه. بعضیا آشو با آب گوشت یا آب مرغ درست میکنن که اونم خوشمزه میشه. اگه خواستین با آب گوشت یا آب مرغ اضافه کنید، توی این مرحله به جای آب گوشت یا آب مرغ بریزین و بعد سبزی رو توش بریزین. در حین اینکه سبزی داره 20 دقیقه‌اش میگذره، باید پیاز داغ، سیر داغ و نعنا داغ رو آماده کنیم ما که مراحلش که مشخص هستش. من مقدارا رو همه رو توی توضیحات نوشتم، حتی مقداری که سبزی‌ها باید باشن توی توضیحات نوشتم. به طور کلی سبزی‌های آش رشته اسفناج، گشنیز، جعفری و تره هستش که اسفناج از همه بیشتر باید باشه، بعد گشنیز و جعفری و تره هم باید مقدارش یه اندازه باشه. برای اینکه آشتون غلظت داشته باشه 2 قاشق غذاخوری آرد برنج یا آرد معمولی رو توی لیوان آب حل کنید. آب سرد، حتما آب سرد باشه و به اون سبزی آشتون اضافه کنید و بذارین حدوداً 10 دقیقه با همین سبزی بجوشه تا لعاب بده به سبزی و آشتون. کمی هم به سبزیتون زردچوبه باید اضافه کنید، چند قاشق، و نمک رو آخر سر همیشه به آش اضافه کنید، چون کشک و رشته خودشون نمک دارن و ممکنه شور بشه. ببینید من دارم پیاز داغم آماده میکنم. مقدار زیاد درست کردم چون من خیلی پیاز داغ و سیر داغ دوست دارم توی آش. الان که دیگه پیاز داغمون طلایی شدش، بهش یه مقدار خیلی کمی زردچوبه اضافه میکنم، یکم دیگه تفت میخوره و میذارم کنار. برای درست کردن سیر داغم سیرا رو خوردش میکنم، توی روغن داغ میریزم. مدام باید برای سیر داغ بالا سرش باشین و همش بزنید. وقتی که ترد شد از روی روغن جمعش میکنم. برای درست کردن نعنا داغ روغن رو میذارین داغ بشه. یه راهش اینه که روغن رو کاملا بذارین داغ بشه، بعد نعناهای خشکتون رو میریزین توش، یه هم میزنین و ورمیدارین. اما مامان من راهی که داره اینه که یه مقدار روغن رو میذاره داغ بشه، بعد نعناهاشو میریزه توش و در حین اینکه نعناها رو ریخی هم میزنه و بعد دوباره بهش روغن اضافه میکنه. روغن مایع هم باید باشه حتما، که این باعث میشه که همین که روغن نعناداغ زیاد باشه، همین که نسوزه، چون نعناداغ اگه بسوزه تلخ میشه. بعد از حدود 20 تا 25 دقیقه که سبزی‌ها قشنگ پخته شدن، حبوبات رو بهش اضافه می‌کنین. سعی کنین آب حبوبات رو توی سبزی نریزین، به خاطر اینکه آب حبوبات مخصوصا آب عدس باعث میشه که آشتون تیره بشه. سبزی زیاد هم یکم آشو تیره میکنه. بعد همه این مواد با هم ترکیب می‌کنین. حدوداً 1 رو باید اینا با هم دیگه بجوشن. مدام هر از گاهی همش بزنید. بعد از 1 رو رشته‌های آشمون رو اضافه می‌کنیم. امروز که دارم این آش رو درست میکنم و میخوام این ویدیو آش رو براتون بفرستم، 5 شنبه هستش و من دیشب یه خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم که پدر مادرم رفتن ساحل قدم بزنن. موقع برگشت یه بچه نوزاد با خودشون آوردن که اولش فکر می‌کردم پسره، ولی بعد فهمیدم یه دختر حس کردم. دیدین تو خواب آدم یه سری چیزا رو حس میکنه. بعد خیلی خواب عجیبی بود. بابا اینا به کلانتری و این ور اون ورم سپرده بودن که ما این بچه رو پیدا کردیم.
و خیلی هم بچه بامزه‌ای بود. نمیدونم حالا تعبیر این خواب چیه. اگه کسی تعبیر خواب میدونه برای من لطفاً کامنت بذاره و بگه این تعبیرش چیه. دیگه حالا همه چی دست به دست هم داد. امروزم که پنجشنبه است من این آشو درست کنم. ان شاءالله شما هم درست کنید و لذت ببرید. من سعی کردم در طول ویدیو کلا نکته ها رو کم کم بهتون بگم. کشکتون هم توی یه ظرفی بریزید، روی گاز بذارین، کمی بهش آب اضافه کنین. میتونین یه ذره زردچوبه یا زعفرون بهش اضافه کنین. اگر احساس کردین که خیلی آشتون رقیق هستش، مثل من، میتونین بازم بهش یه قاشق دیگه آردی که توی آب سرد حل شده رو اضافه کنین. حواستون هم به کشکتون باشه. کشک من داشت سر میرفت، خدا رو شکر به موقع به دادش رسیدم، وگرنه باید یه گاز شستن اساسی داشتم. خب رشته هامون رو دیگه به آشمون اضافه میکنیم. اگه دوست دارین خیلی ریز باشه رشته هاتون، از وسط بشکنید، دوباره اونا رو ریزش کنید و بعد توی آشتون اضافه کنید و بعد از اینکه رشته رو اضافه کردید چند بار هم بزنید و میذارین حدودا 10 تا 15 دقیقه تا آشتون جا بیفته. توی این 10 تا 15 دقیقه کمی کشک اضافه کنید، کمی از پیاز داغ، سیر داغ و نعنا داغی که درست کردین رو به آشتون اضافه میکنید. وقتی تمام اینا رو اضافه کردین، اون حدودا 1 رو 20 دقیقه هم تموم شدش و رشته هاتون پختش، بعد بیاین بچشین. اگر احساس کردین که نمک آشتون کمه، توی این مرحله باید نمک اضافه کنید. فلفل هم که من پودر فلفل تند داشتم، فلفل سبز تند، و کمی اضافه کردم به آشم. تزیین آشتونم، آشو بریزین توی ظرفتون، یکم صبر کنید تا خنک بشه. بعد با کشک و پیاز داغ و سیر داغ و نعنا داغ و اگه دلتون خواست کمی زعفرون تزیینش کنید. فقط باید صبر کنید یکم روی آش ببنده و یکم خنک بشه، وگرنه کشکتون داخل آشتون میره و اون شکل و قیافه‌ای که دوست دارین نمیگیره تزیینتون.